دکتر کامران متین، محقق و استاد روابط بین الملل میگوید طبق دفترچه اضطراری که رضا پهلوی اعلام کرده است، همه قدرت‌ها در دست شخص او متمرکز شده است. به گفته دکتر متین، رضا پهلوی تنها رهبر یک جریان سیاسی است و همین. آقای نوری‌زاده و طرفداران رضا پهلوی فکر می‌کنن که مردم نیاز به پدر دارن، یعنی مردم رعیتن، ایشون راعی. این مردم این رو نمیپذیرن. این در 57 یک بار برای همیشه تموم شد. اینکه ایران استبداد نمیپذیره، بله درسته، ولی ایران تاریخ مدرنش دولت‌های استبدادی بودن. از 1925 که رضا شاه سر کار اومد تا همین الانش. یعنی معنیش اینه که مردم نمیپذیرن، ولی دولت استبدادی با خشونت میتونه به کارش ادامه بده و مردم رو سرکوب بکنه. نهایتاً هم از طریق انقلاب، از نظیر چیزی که در حال رخ دادن است، نهایتاً ممکن است از صحنه خارج بشن. برای اینکه به این مسئله بیشتر توجه بکنیم که چرا ایشون نمیتونه عامل وحدت باشه، دقیقاً به این دلیل که ایشون خودشون رو معادل یک شهروند نمیدونن. ایشون پدر این ملت هستن به قول آقای نوری‌زاده. شما به دفترچه اضطرار نگاه کنید، بند 4 صفحه 7 میگه که تمام سران قوه رو در دوره اضطرار به اصطلاح ایشون آقای پهلوی به تنهایی تعیین میکنن. اعضای نهاد خیزش ملی که معادل شورای انقلاب است رو خودشون تعیین میکنن. نهادی که رفراندوم رو قراره در دوران اضطرار سازمان بده رو خودشون تعیین میکنن و در اون رفراندوم هم در بند 12.6 صفحه 9 همین دفترچه اضطرار گفته که میان دو گزینه پادشاهی دموکراتیک و جمهوری دموکراتیک یکی رو مردم میتونن انتخاب بکنن، مثل جمهوری اسلامی آری یا نه که در 58 به هر حال در مقابل مردم گذاشته شد. و در همین دفترچه گفته شده که اداره سازمان اطلاعات و امنیت ملی جدید، همون ساواک پیشین یا اداره اطلاعات فعلی، هم فقط و فقط به شخص ایشون در واقع پاسخگو هست. حالا کسانی که طرفدار ایشون هستن و از جمله آقای نوری‌زاده که البته قبلا نبودن، اخیراً تغییر موضع دادن، اینها از ما میخوان که ما صرفاً به حرفای ایشون باور کنیم، با وجود اینکه قرار این همه قدرت سیاسی در دست ایشون متمرکز بشه. معلوم نیست چرا آقای پهلوی اگر به قدرت برسن و همه این قدرت رو داشته باشن، میان این رو تحویل دو دستی، تحویل جامعه ایران بدن و تحویل مردم بدن. چه ضمانتی هست که اگر ایشون این کار رو نکردن؟ در نتیجه همچنان که آقای هودشیان اشاره کردن، سازوکار دموکراسی در ایران در آینده باید نطفه‌اش همین الان بسته بشه. باید آقای رضا پهلوی قبول کنه که ایشون رهبر یک جریان هستن، تمام، با کسی، نه از کسی برترن نه از کسی مادونن، یک نفر هستن، یک شهروند هستن، یک چهره سیاسی هستن. و اون ماجرایی که سر نشست جورجتاون اومد و ایشون یک جانبه ترک کرد چون دیگران مطیع ایشون نبودن، این به هر حال قابل تکرار نیست و مادامی که موضع ایشون اینطوری هست، نهایتا ایشون رهبر یک رگه از این جریان انقلابی در ایران خواهند بود و نمیتونن اون در واقع موافقت و حمایت عمومی که برای پیروزی یک انقلاب دموکراتیک لازم هست رو کسب بکنن.